بسیار خوب. شرکت کننده الانمون آقای قوله، 3000 سال عمرشونه و ازشون میخوایم شروع کنن. یه دنیا غریبم، کجایی عجیجم، بیا تا لپاتو با شاخم بدوزم. تو ترمز بریدی خدایی نکرده، بگو شاخ تیزم با چرخات شکرده. همه جا تو گشتم به پاروت نریزم، بیا این نقلا رو تو جیبت بریزم. عزیزم هرچند یه کمی فلان بود ولی در کل شما این بهترین اجرا بود. من که کلی کف کردم. ببین آقا قوله، در کمال احترامی که برای خودت و پدرت و مادرت و عمهات و اینا قائلم، خیلی خیلی خوب خوندی، اما اگه بتونی یکم وایبریشنش رو یه ذره بیشتر کنی. ببین اصلا من نظر نمیدم. ببین دوست عزیز، من عاشق مرامت شدم و در کل به نظرم که استایلت بهتر از قبل بود که همونطور که بهت گفتم، و اون توانایی خوشگل تو که پشت صحنه نشونم دادی اینجا باز به من و به همه نشون دادی و دمت گرم که نشون دادی. شما جنی؟ نه قولم. نه عزیزم، شما قول نیستی، جنی. من الان 3000 سال قولم. شما یه جن ماده 3 بارم ازدواج کرده، یه بوست هم داری. من نرم به خدا. ببین اینا به خاطر چاقیه. آقای آذر صداشون چطور بود؟ این صدا مال خودت نیست عزیز من، مال باباته. خششم با دستگاه‌های خشدار کننده ساختی، میدونم. بابا من از 2000 سال پیش یه سرمای خوردم، خشه از اون موقع مونده رو صدام. از این دستگاه استفاده نکن. کلوف کننده، خشدار کننده، نازک کننده صدا، اینا کلاهبرداری صحیح نیست عزیز من. بسیار خوب، این قوله بیشا خودم منتظر رأی شماست.